قبل از اینکه شروع کنیم باید مطمئن بشیم عدد نیم سالمون روی نیم سال مد نظرمون هست. اگر عدد نیم سالتون درست نبود میتونید از گزینه انتخاب اون عدد نیم سالی که میخواید براش انتخاب واحد یا حذف اضافه انجام بدید رو انتخاب کنید. بعد از این مرحله و قبل از اینکه ما بخوایم انتخاب واحد شروع کنیم باید درخواست مجوز انتخاب واحد یا حذف اضافه ثبت کنیم که برای این کار از منوی درخواست مجوز و زیر منوی ارسال یا پیگیری درخواست دانشجو بعد این کار انجام بدیم که قبلا بعد از درخواست مجوز شهریه در قسمت امور مالی ما اعمال میشه، پیش پرداخت شهریه برای انتخاب واحد که در منوی ثبت نام دروس دانشجو و زیر منوی مدیریت مالی نیم سال‌های تحصیلی دانشجو یا زیر منوی مدیریت پرداخت‌ها میتونیم پرداختش کنیم که آموزش. بعد از اینکه مراحل انجام دادیم کافیه در زمانبندی مخصوص استان و ورودی خودمون روی منوی انتخاب واحد یا حذف اضافه کلیک کنیم که الان منوی حذف اضافه رو نشون نمیده، ولی در تایم خود حذف اضافه این پایین زیر منوی انتخاب واحد منوی حذف اضافه اضافه میشه. روی منوی انتخاب واحد الان کلیک میکنم و در صفحه باز شده روی گزینه ادامه کلیک میکنم. بعد از اینکه وارد منوی انتخاب واحد شدیم در پایین صفحه یه گزینه داریم به اسم انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو. ما قبلا می اومدیم دروس تخصصی رو از دکمه انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو انتخاب می‌کردیم و دروس عمومی رو از دکمه انتخاب کلاس درس کشوری. اما الان در صورتی که دروس عمومی در سرفصل دانشجو به درستی تعریف شده باشه توسط واحد دانشگاهی، از طریق همین دکمه انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو میشه هم دروس تخصصی و هم دروس عمومی رو انتخاب کرد. پس اولین تغییر جدیدی که تا الان اعمال شده همینه که تمام دروس تخصصی و عمومی داخل همین دکمه دروس رشته دانشجو هستن در صورتی که به درستی تعریف شده باشن. ما روی همین دکمه کلیک میکنیم و دومین تغییر جدید رو اینجا میتونید ببینید که یه فیلدی به اسم درس اضافه شده که یه ستاره هم کنارش داره، یعنی فیلد اجباری. برای پر کردن فیلد درس ما باید روی علامت سه نقطه کنارش روی این دکمه کلیک کنیم و یه پنجره دیگه برامون باز میشه. داخل این پنجره باید یا کد درس یا نام درس رو وارد کنیم. برای وارد کردن نام درس ما نمیتونیم همینطوری اسم فرمت خام درس رو اصطلاحاً وارد کنیم. یعنی مثلا الان میخوام درس روش تدریس رو پیدا کنم بنویسم روش تدریس، چیزی برای من نمیاره. چرا؟ چون آموزشیار نمیتونه فرمت خام درس رو جستجو کنه. به خاطر همین باید ما فرمت قابل سرچ رو به آموزشیار تحویل بدیم. برای این کار یه ابزاری داریم به اسم ابزار تبدیل متن آموزشیار که اینجا میتونید آدرسش رو ببینید، amuzesyar.info/change، که میتونید همین آدرس رو در URL بالای صفحه تایپ کنید و وارد این سایت بشید، یا میتونید در گوگل به راحتی دستیار آموزشیار رو سرچ کنید و همین سایت اولی که میاد از اینجا میتونید ابزار تبدیل متن سامانه آموزشیار رو روش کلیک کنید تا وارد این سایت بشید. در این سایت ما یه باکسی اینجا داریم که نوشته متن رو جهت تبدیل وارد کنید. مثلا من میخوام درس روش تدریس رو پیدا کنم، کافیه که یک کلید واژه از این اسم درس رو جستجو کنم، نیازی نیست اسم کامل درس رو بنویسم، مثلا روش تدریس فلان. کافیه فقط بنویسم که مثلا تدریس و این واژه تدریس برای سرچ من کافیه. و بعد از اینکه گزینه تبدیل رو زدیم این پایین یه باکس دیگه باز میشه و این فرمت قابل سرچ رو بهمون تحویل میده. کافیه روی همین کلیک کنیم و این بالا می‌نویسه که کپی شد. وارد آموزشیار میشیم مجددا و در قسمت نام درس اینو پیست میکنیم و روی گزینه جستجو کلیک میکنیم. الان لیست تمام دروسی که واژه تدریس توشون باشه رو به ما نشون میده. بعد از اینکه جستجو انجام میشه برای من این دو تا درس رو پیدا کرده که میتونید در اینجا نام درس، نوع درس، مقطع درس که حالا مثلا برای کارشناسی یا کاردانیه اگه توضیحات داشته باشه اینجا می‌نویسه و تعداد واحد نظری و عملی و تعداد ساعت نظری و عملی و سایر جزئیاتش رو مشاهده کنید. حالا بعد این درس مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. برای انتخاب کافیه روی این علامت دایره ابتدای درس یا روی هر قسمتی از درس کلیک کنید انتخاب میشه. مثلا من اینجا کلیک میکنم و این درس انتخاب میشه. الان ما درس رو انتخاب کردیم و فقط کافیه کلاس درس های این درس رو ببینیم، یعنی کلاس های ارائه شدهش رو ببینیم. برای این کار کافیه دوباره روی دکمه جستجو بزنیم تا مجددا جستجو کنه که میتونیم حالا تعداد نتیجه جستجو در صفحه رو هم تعیین کنیم. بعد از اینکه جستجو کامل شد به ما تمام کلاس درس های ارائه شده این درس رو نشون میده که ما میتونیم اسم درس، نام استاد، زمان تشکیل کلاس و زمان امتحان و حداکثر ظرفیت کلاس، تعداد ثبت نامی و ظرفیت باقی مانده رو هم از اینجا میتونیم مشاهده کنیم. مکان برگزاری کلاس و سایر موارد رو هم میتونیم در اینجا مشاهده کنیم که برای این درس حالا وارد نشده مکان برگزاری فعلا.
برای انتخاب کلاس درس مورد نظرمون هم مثل گذشته میایم روی این مربع خالی اول درسمون کلیک میکنیم و گزینه انتخاب رو میزنیم و صفحه ریلود میشه و اگه درس به درستی اخذ شده باشه در جدول دروس انتخابی میتونیم درس رو مشاهده کنیم و اگه درس مشکلی داشته باشه یا اروری بخواد به ما نشون بده، این بالا در کادر قرمز رنگ به ما نشون میده که حالا این دانشجو چون تمام درسشو برداشته سقف دروس مجازش پر شده و بیشتر از این نمیتونه برداره الان. خب گفتیم اگه دروس عمومی به درستی تعریف شده باشن میتونیم از طریق همین دکمه دروس عمومی رو هم انتخاب کنیم. پس مجددا روی همین دکمه کلیک میکنیم و در صفحه باز شده مجددا روی این سه نقطه کلیک میکنیم و اسم درسمون رو وارد میکنیم. حالا من میام اینجا و میخوام مثلا درس تاریخ فرهنگ و تمدن رو این دفعه سرچ کنم. نیازی نیست اسم کامل درس رو بنویسین، همونطور که گفتم مثلا من برای درس تاریخ فرهنگ و تمدن کافیه مثلا کلمه کلیدواژه تاریخ رو وارد کنم و اینتر رو بزنم یا تبدیل رو بزنم تا تبدیل کنه برام و روی این بزنم تا کپی بشه و مجددا برگردم به آموزشیار و اسم درسم رو اینجا پیست کنم و دوباره روی گزینه جستجو بزنم. خب درس تاریخ فرهنگ و تمدن رو برای من آورد و من روی این درس کلیک میکنم تا انتخاب بشه و دوباره روی گزینه جستجو میزنم تا کلاس درس‌های این درس رو به من نشون بده. خب می‌بینیم که کلاس درس‌های تاریخ فرهنگ و تمدن رو داره به من نشون میده. یه نکته بهتون بگم، اگه شما نتیجه جستجو روی 10 بذارید و تعداد نتیجه جستجوتون بیشتر از 10 مورد باشه، مثلا فرض کنید 20 مورد باشه، اینجا مورد 10 به بعد رو نشون نمیده بهتون و برای اینکه بخواید بریم به صفحه بعد باید از این نوار پایین کمک بگیرید و اسکرولش کنید به سمت چپ و از اینجا روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید تا بتونید ادامه دروس ارائه شده رو ببینید. در نهایت روی درس مورد نظرمون دوباره تیکش رو میزنیم و گزینه انتخاب رو میزنیم. پس دیدیم که هم دروس تخصصی و هم دروس عمومی رو تونستیم از طریق همین گزینه انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو انتخاب کنیم. اما اگر دروس عمومی به درستی برای شما تعریف نشده بود و داخل این گزینه انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو نتونستید دروس عمومی رو پیدا کنید، کافیه مثل گذشته از طریق همین دکمه انتخاب کلاس درس کشوری اقدام به جستجوی دروس عمومی کنید که مجددا همین فیلد درس رو ما داریم و روی سه نقطه میزنیم و دوباره نام درس رو جستجو میکنیم و در نهایت دوباره روی این گزینه جستجو میزنیم تا کلاس‌های درس ارائه شده رو بهمون نمایش بده و انتخابشون میکنیم. بعد از اینکه کل واحدهای مورد نیازمون رو انتخاب کردیم، کافیه در نهایت روی این گزینه ثبت پایین تصویر کلیک کنیم تا فرآیند انتخاب واحدمون نهایی بشه. تمام تغییراتی که اعمال کردیم تا الان ثبت شد و دقت کنید که بعد از زدن این گزینه بازم میتونید تغییرات رو اعمال کنید و به معنی بسته شدن انتخاب واحد نیست. و در نهایت اگر خواستید درسی رو حذف کنید، کافیه این تیک سمت راست درس یا دروسی که میخواید حذف کنید رو بزنید و گزینه حذف رو از پایین صفحه بزنید تا این دروس حذف بشن و به جدول دروس حذفی در پایین صفحه منتقل بشن.